یکی از روش‌های فوق‌العاده عالی برای سرگرم شدن در رودخانه‌های کشور، تالاب‌ها و محیط‌های آبی استفاده از کاسیه. به انگلیسی به این چوبا میگن ویپ یا پول. پول‌ها معمولاً طولشون بلندتر هست و ویپ ها میشن همین کاسیه‌های ما. از سایز 3 متر رایج هست تا 7 متر. برای محیط‌های کوچیک، تالاب‌ها و کانال‌ها 3 متر و 60 الی 4 متر میتونه بهترین گزینه باشه. برای دریا تا 6 متر الی 7 متر میتونه گزینه ایدئال باشه. طعمه مورد نظر هم مگت، کرم خاکی، خمیر و انواع طعمه‌های رایج مثل صدف و چیزهایی که در محیط یافت میشه. امروز میخوام از کرم خاکی استفاده کنم تا بتونم چند تا کپورچه، کاراس، کروژن و یا اگر فرصتی باشه اسلک صید کنم. با ما همراه باشید. همیشه ابتدا یه نگاهی به محیط داشته باشیم و از عینک پولاریزان استفاده کنیم تا بتونیم گله های ماهی و گونه ها رو تشخیص بدیم و پیدا بکنیم. توی پیدا کردن لوکیشن خیلی عجله نکنیم. ابتدا محیط رو خوب بررسی بکنید، ببینین که حرکتی، تحرکی روی آب میبینین، ماهی هدف رو پیدا بکنین. سعی بکنین که اگر میخواین ماهیگیریتون رو شروع بکنین یه تعداد قابل توجهی ماهی رو ابتدا پیدا بکنین، بعد شروع بکنین. کرم خاکی یکی از بهترین طعمه ها برای صید انواع ماهی تو کانال ها و تالاب ها و دریاچه هاست. من اینجا از کرمای خاکی نازک استفاده میکنم تا با توجه به ماهی هدفم که ماهی کوچولو تالابیه بتونم نتیجه بهتری بگیرم. توی تمام این حفره ها و خلل و فرج هایی که توی تالاب و کانال ها موجوده، با استفاده از عینک پولاریزان تعداد زیادی از گله های کاراس، ماهی قرمز، کپورچه و انواع ماهی های روی آبی مثل اسلک رو میتونم تشخیص بدم. سایز قلاب من مناسب صید کاراس ها هست و سعی میکنم چاله های مختلفی رو تست بکنم تا بتونم به نتیجه ایدئال برسم. از جابجا شدن هیچ وقت نترسین. حرکت بکنین و به چالاب‌ها و محیط‌های جدیدی برین. شاید بتونین گله‌های بزرگتری از ماهی رو پیدا بکنین و شانس صیدتون رو افزایش بدین. خب بالاخره بعد از 10 دقیقه اولین ماهی صید شد. یه دونه کاراس کروژن کوچولو با استفاده از کرم خاکی. فوق‌العاده ماهی زیباییه.
ماهی دوم، یه کپورچه دیگه خوشگل. به اینا میگن ماهی کروژن یا کاراس تو ایران معروفه. اگر مگت دارین میتونه تومه خیلی خوبی باشه. کرم خاکی و خمیر از تومه‌های مطلوب و ایدئاله. شما میتونین بر خودتون تفریح کنین با داشتن یه دونه کاسی. هر جای ایران باشین میتونین بر خودتون ماهی بگیرین، کیفشو کنین به عنوان یک وسیله سرگرمی. کرم که یه مقدار تو آب میمونه بوش میره، انگار دیگه ماهی بهش جذب نمیشن. بریم یه کرم جدید فرش و پر. وقتش رسیده که کرم خاکی رو عوض بکنم. استفاده از کرم‌های تر و تازه میتونه شانس صیدتون رو بالا ببره. وقتی که کرم رو از وسط نصف میکنین، یک جوسی از کرم وارد آب میشه و وارد محیط میشه که ماهی به راحتی جذبش میشه. همیشه سعی بکنین بخشی از کرم رو کلیپ بکنین یا ببرین تا اون مایعی که در بدن کرم وجود داره از بدنش به صورت تدریجی خارج بشه و شانس صیدتون رو افزایش بدین. اینم یه دونه خیلی خوشگل و بزرگتر. تومه رو که عوض کنی زود به نتیجه میرسی. یکی دیگه بندازیم ببینیم که موفق میشیم یا نه. کاسی رو نگه دارین، بزنین شناورم کارش رو انجام بدین. شمال ایران پر از کانال‌های کوچیکه که انواع ماهی‌های ریز و درشت رو میتونین توش صید کنین. فقط کافیه با خودتون یک کاسی و مقادیری تومه به همراه داشته باشین تا سرگرمی خودتون رو تضمین کنید. اینم یه دونه خوشگل. ببینین میگن کپورچه کاراس کروژن. با کاسی توی کانال های شمال میتونید خودتون رو سرگرم کنین، کیفشو بکنین. اینم برای خودش لذت داره، خالی از لطف نیست. خب یه دونه از این خوشگلا رو اندازیم تو آب در یه محیط زیبا. ماهیای خوشگلا از این کاناله گرفتیم، تعداد خیلی زیاد. ماهیای صید شده از طریق
کاسی بازی همش مال منطقه لنگرود در تالاب صید شده. لذت فراوان با کاسی صید شده در خود تالاب. برن به سلامت. این هم یه روز خوب در کنار یکی از تالاب‌های زیبای ایران به نام تالاب چمخاله و انشابات زیباش در شهر لنگرود. بعد از یه ماهیگیری بامزه با کاسی و صید و رهاسازی تعدادی کپوچه یه وقتش رسیده آن رو بزنیم و پس از صرف نهار و کمی استراحت حرکت میکنم به سمت کانال‌های جدید تا ماهی‌های زیبایی به نام اشنایدر رو بتونم صید بکنم. اشنایدر یکی از زیباترین ماهی‌هایی است که در ایران غالبا شمال کشور میتونین پیدا بکنین و صید بکنین. با استفاده از کاسی 3 متر و یا 4 متر در رودخونه‌هایی با جریان کم و یا کانال‌هایی که منتهی میشن به دریای خزر میتونین این گونه زیبا رو پیدا بکنین. بریم یه جای دیگر هم تست بکنیم، شاید یه گونه جدید هم بهمون اضافه شه. با استفاده از عینک پولاریزان میتونم تمام ماهی‌های زیر بسته رو ببینم و اینجا یک عالمه ماهی‌های کوچیک فکر میکنم اسلک باشن. اینجا وایسادم و میبینمشون. اینورم همینطور. مجدد از تومه کرم خاکی استفاده میکنیم ببینیم که نتیجه میده یا نمیده. آب شناور داره ظاهرا بازی میکنه، نشون میده که اینجا یه خبرایی هست. کرممون رو خوردم، پر ماهی ریزه. نگاه کن. گرفت. دوستان یه گونه های خیلی زیبا و خوشگل. ببینید با استفاده از کاسی توی تمام کانال ها و رودخونه ها به راحتی میتونید ماهی صید بکنید و لذت ببرید. فقط بحث تفریحه. ماهی های متنوعی تو این کانال هاست. اسلک داره، ماهی های هست به نام بریم، سیم پرک، اسکالپینا هستن، کپور، کولی و بعضی هاشون اردک ماهی هم داره. خب
اسم این گونه ماهی زیبا و درجه 1 و آکواریومی اشنایدر هست. اشنایدر رو چجوری تشخیص بدیم؟ یک خط جانبی بسیار پررنگ و تیره داره، زیر بالهاش نارنجی رنگ، زرد رنگ و قرمز رنگه و یک خط تقریبا بنفش رنگ هم در امتداد بدنش میتونین مشاهده بکنین. اینم یکی از گونه های زیبا در این کانال درجه 1. یه دونه خوشگله دیگه. ببینین چقدر زیباست. زیر بالا نارنجی. این یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری ماهیگیریه. استفاده از شناور، سرب و قلاب. خب یکی از قلابامون گیر کرد به شاخه، مجبور شدم قلاب جدید بزنم با یک گره خوب. این قلاب چون پاروییه گرهش روی بدنه بعد انجام بشه. به این صورت پک قلاب های مخصوص کاسیبازی توی سایزها و ابعاد مختلف. یه دونه سرب ساچمه‌ای با استفاده از انبر. شناور تنظیم می‌کنید. اینم یه دونه دیگه یه ذره کوچیک‌تره. خب اینم یه کانال دیگه، یه رودخونه دیگه و تعدادی ماهی خوشگل و یه روز خوب. مرسی از همراهیتون. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.